زیجان خوش آمدید، زیجان خوش آمدید. ای اهل محفل، مبارک بود، مبارک بود این روزی پدیده. سلام جنابان، خانمان و مهمانان عالی قدر. مهمانان عالی قدر، همین گونه امروز که ما سرجم هستیم نوروز رو تجلیل میکنیم، یعنی در امریکا، همین گونه در اروپا و تاجیکستان و افغانستان و ایران و در اکثر کشورهای دنیا این شب و روزها نوروز تجلیل کرده می شود و از همه خوشبختی بزرگ میدونید چی است؟ در تمام دنیا نوروز با یک نام پیشواز گرفته می شود، یعنی نوروز روزی نو که این زبان ما و شما است و البته با قرصک شما افتخاری ماست. تشکر زیاد. فقط به معلومات شما میرسانم که جشن نوروز حتی تا زمان زردشتی ها تجلیل میشد. ابتدا از دولت هخامنشی ها یعنی عصرهای 4 تا 6 و از دولت ساسانی ها از عصرهای 3 و 4 جشن نوروز چون آغاز فصل بهار و برابرشوی شب و روز همچون روزی مهم عید ملی تجلیل کرده می شود. به همین خاطر اکثر مردم ها میپرسند که چرا نوروز محض روزی 21 مارس است. مقصد از آن است که آغاز از 21 مارس نوروز و شب و روز در دنیا برابر حساب کرده می شود. تشکر زیاد. این مردم زیبا مبارک باشد و اهل تالار سخن زیبا را از شما انتظار است. مرحبا. السلام علیکم دوستان. نوروزتان مبارک. بگذار نوروز عالم‌افروز با شما و در تمام عالم بخت و سعادت بیارد. در این تالار زیبا امروز مهمانان از ایران، از افغانستان، از سمرقند و دوشنبه و بخارا و خوجند تشریف نمودند. ما خیلی خرسندیم که این روز عید نوروز را با هم جشن گرفته ایستادیم. ما همه دوست و برادر، یار و آشنایم، همه یکدیگر را دوست می‌داریم، وفا داریم، همه سوی ملت کار کردیم، از برای ملت خود پرچم ملت بود شادمان در قلب همه. این روز عید نوروز را با شوق و ذوق پیشواز گیریم. خوش آمدید، خرسندید. خوش آمدید دوستان عزیز. یک گلی مقصود در این بوستان چیده نشد به مدد دوستان. نوروزتان مبارک. بگذار رقص خرسندی کنیم، نوروز دوام بدیم. و نگفته نموند که استاد علیم جان معروفی همیشه ایجاد میکنند، مینویسند، شعر هم ایجاد میکنند و سخنهای زیبایی که امروز همراه اویلش را گفتند مؤلف خود این کس هستند. تشکر زیاد برای سخنهای زیبایی. Excuse me. Yeah. Do you mind taking a picture from us? Right. So how far down? Like that. Up above. Use that whole stage. Right. Right in front. Good. Right. Good. That's it. Very good. Yes, good. And then stay. Don't rush. Good.
خوشگل بود. شاید نگرش دارم. اینا رو آیلین درست کرده. اینا چیز آرت. آره. تماشاست از پرتوی خورشیدی سحرخیز نگاهم رنگین و صفا بخش و فریبنده و زیباست. این زیبایی های خیلی قشنگ را بازم به همه شما مبارک بگیم دوستان عزیز، مهمانان عالی قدر. چند نفر از مهمانان عزیزی ما اینجا در روی خط ما برای سخن تبریکاتی با شما آمادگی دیدن. بیاید با اجازت شما آنها را به صحنه دعوت نماییم. خانمی زیبا و قشنگ منظر به صحنه میآید با سخنهای خیلی زیبا و دلنشین. هرسک به استقبال منظر خانمی مهربان. مرحمت. رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد، غم به کناره میرود، مه به گلاب میآید، تیر روانه میرود، سوی نشانه میرود، ما چه نشسته ایم پس، شهد شکار میرسد، باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبزه پیاده میرود، غنچه سوار میرسد. از مولوی. جشن شکوهمندی فقط نوروز رو بر همه ایرانیان و پارسی زبانان تبریک میگم. انشاءالله سال و سالهای بسیار خوبی برای همه و برای همه جهان باشه، بهتر از چندین سال گذشته. بازم سپاس فراوان از شما و ترتیب دهندگان این جشن. تشکری زیاد به شما جنابی محترم. همیشه شما سربلند باشید، عمرتون دراز باشد، با 100 نوروزی دیگر با هم یک جای باشید. استاد قنبرعلی تابیش، مرحمت سخنی نیکی شما. درود بر شما. نوروزتان خجسته باد. امیدوار هستم که بهترین سال زندگیتان را پیش رو داشته باشید. و این یک گل با سخن خود گفت که شما جرأت کنید ما رو پیدا کنید و ببینید که با آمدن یک گل چقدر بوی بهار می آید. و آمدن شما هم امروز فال از آن است، معنی از آن است که بهار آمده است و نوروز است در اطراف ما و شما. خوش آمدید، قدماتان بخیر باشد. نوری دیده تاجیکس. Sorry, in the right and the left, not the left. Sorry. Ready? And go. Down one. صدر از خانمیشیست که به آره سوچیک بود. این گوشم خودم. عارف جان با اویله‌شان خواهش میکنیم و تا آمدنشان اکا علیم جان شما یک بار دیگر همچون صاحب معرکه آنهایی که حالا ایستادن شما رو تماشا دارن یک بار رحمت بگید و مینداری کنید. سخن شما رو همه انتظار است. تشکر تماشای عزیز. و همه شما رحمت میگویم که با ما بودتون. امروز نوروز شد. من بگذار هر روز ما نوروز باد. ما همه دوست و برادر، یار و آشنایم، همه یکدیگر را دوست می‌داریم. مومی قنوات شاعر بزرگ ما گفتن که یک گلی مقصود در این بوستان چیده نشد به مدد دوستان. بگذار زبان ما را در امریکا نگاه داریم، بگذار مدنیت ما را در اینجا نگاه داریم. ما تاجیکا بسیاریم و پرچم تاجیک همه وقت سر ما باشد. تشکر. زنها خانم‌های زیبا تشکر میگن. مرحمت کدام دامایتون. امروز ما خیلی خرسندیم که همین قدر همچنین از شهرهای بزرگ عالم مثل بلخ، شیراز، سمرقند، بخارا، اصفهان، خوجند، کابل، دوشنبه، خیلی از شهرهای بزرگ خودمون رو
чеҳраҳошонро дида хеле хурсанд шудем. мо ҳама яктоем. Ташаккур. Thank you very much. I just want to add that everyone back today. Honestly say, for the last 10 years, I didn't have that kind of delicious tuna. Thank you so much. I saw plov was the best. I saw all the preparation process, and you're the best. Thank you so much. اکنون ما همه کسا دوستانه از شما رقص و بازی کنید. فقط ما یک بار دیگه همه کسا میخوام یک جای بگیم که نوروزتون رک هر روزتون نوروز باد، نوروزتون پیروز باد. تشکر زیاد.